خودرسان می‌نماییم که سده 18 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان کنفرانسی همبستگی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در حوزه جهانی برگزار گردید که از رفت آن در برنامه‌های گذشته خبر اطلاع داده بودیم. یادداشت می‌کنیم که در کار کنفرانس وزیران کارهای خارجی کشورهای منطقه و نماینده عالی اتحادیه اروپا اوید به کارهای خارجی و سیاست امنیتی معاون رئیس کمیسیون اروپا جوزف بارل اشتراک داشتند. پس از این چاره‌بینی جوزف بارل با ژورنالیستان منطقه از جمله با ژورنالیستان تاجیک واخورده به سوال‌های آنها پاسخ داد. Добрый день, господин Борель. Меня зовут Мухаббат Муродова. Я представляю Республику Таджикистан. У меня такой вопрос. тоҷикистон ва қирғизистон дар мавриди таъини хатти марз баҳс доранд ва ин баҳсҳо боиси даргириҳои мусаллаҳона бо талафоти ҷонӣ мешаванд. иттиҳоди аврупо барои ҳалли баҳси марзӣ миёни тоҷикистону қирғизистон чӣ иқдоме метавонанд рӯи даст бигиранд? Граничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном. این بحث سرحدی برای آب نشان می‌دهد که تغییریابی اقلیم در سراسر جهان بی‌ثباتی و مشکلات را به وجود می‌آورد. این بحث با تغییریابی اقلیم شدیدتر شد و ما از ابتدا جانبداری سازش صلح‌آمیز هستیم. مذاکرات را جانبداری می‌کنیم و مصلحت‌های تکنیکی عاید به همکاری برای دلیمیتاسیای سرحد و اداره‌کنی آب پیشنهاد می‌نماییم. ما می‌دانیم که آب ذخیره خیلی ارزشمند است. آن نه تنها برای استحصال نیروی برق بلکه برای آبیاری نیز استفاده می‌شود. از این رو همه استفاده برندگان را به نظر گرفتن لازم است. ما طرفدار گفت و شنید با ساکنان محلی برای حل آسایشته و سازش موافق‌آمیز هستیم و اینچنین آماده‌ایم که برای حل آن زمینه تکنیکی فراهم آوریم. оё фикр намекунед ки ҳоло таваҷҷӯҳи асосӣ ба низоъ дар украина нигаронида шуда яке аз таҳдидҳои аслӣ ба осиёи марказӣ вазъи норавшан ва печидаи афғонистон фаромӯш шудааст? یک سال پیش همه درباره افغانستان حرف می‌زدند و امروز افغانستان در سرخط خبرها نیست. البته در اوکراین جنگ ادامه دارد. این جنگ فاجعه است. میلیون‌ها اوکراینی‌ها زمستان امسال از نیروی برق محرومند و میلیون‌ها اوکراینی‌ها گریخته در کشورهای ما پناه می‌یابند. البته ما باید به این مسئله توجه کنیم و ما همین طور هم می‌کنیم. اما این معنای آن را ندارد که ما افغانستان را فراموش کردیم. از سقوط کابل یک سال پیش ما به مردم افغان حدود 400 میلیون یورو کمکی بشردوستانه رسانیدیم. البته ما نمی‌خواهیم رژیم طالبان را اعتراف کنیم. ما نمی‌خواهیم با آنها همکاری داشته باشیم تا آن دمی که آنها حقوق زنان و دختران را اعتراف نکنند که آنها نمی‌خواهند. اما ما برای مردم افغانستان غمخواری می‌کنیم و به آنها توسط نهادهای سازمان ملل متحد کمکی بشردوستانه می‌رسانیم. این است آن چیزی که ما کرده می‌توانیم و می‌کنیم. اما از نگاه سیاسی ما رژیم طالبان را اعتراف نمی‌کنیم. نمی‌گوییم که آنها به کشور ثبات و شکوفایی می‌آورند و من بعد نیز از هر گونه همکاری سیاسی با این رژیم خودداری می‌کنیم. ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистонро дар доираи барномаи тағйирёбии иқлим чӣ гуна арзёбӣ мекунед? خوب، روزنامه تغییریابی اقلیم کاری عمومی است. هیچ کس نمیتواند تنها پرابلم‌های اقلیم را حل کند. همه باید سهمگذار باشد. کشور شما امکانی به دست آوردن اقتدار بزرگی گیدر انرژتیکی دارد و از این رو شما برای تیزتر گذریش به اقتصاد بی کربن میشتابید و این خوب است. آمادگی شما برای تا درجه صفر آوردن اخراج کربن خیلی خوش پذیرفته می شود. اخراج گاز کربن در اتحاد اروپا 8% از اخراج جهانی را تشکیل می دهد. این معنای آن را دارد که حتی اگر فردا ما تمام اخراج خود را قطع کنیم مشکلات همانا باقی می ماند. 92% اخراج گاز در جهان. از این ما باید از ائتلاف کشورهای جهان با همراه ساختن بزرگترین آنها مثلا چین تأسیس دهیم. حل مشکلات اقلیم به اشتراک چین غیر امکان است. تنها چین برابر با تمام جهان انگشت می سازد. مقصد گفتشونیت همین است و ما باید از آن کشورهای میانه‌دار باشیم که امکان تامین کردن مقدار زیادی نیروی برق را دارند و می توانند این امکانات را با دیگران با همسایه‌های خود استفاده برند. یک قسم نیروی برق شما استحصال نموده را مملکت‌های همسایه استعمال می‌کنند و در این صورت شما به کاهش اخراج گلوبالی گاز کربن مساعدت می‌نمایید. Support and you help to the worldwide reduction of emissions. Thank you.